سلام، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. آقا امروز قراره ببرمتون آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک. محیط جدیده، گفتم حتما واسهتون ولاگ بگیرم. من الان رسیدم، باید بریم اون طرف سمت دانشگاه، رختکنمونه، لباسمون عوض کنیم، بیایم این سمت بریم تو بخش. حالا بریم که نشونتون بدم. چون الان اردیبهشتیم، من از دی ماه دیگه ویدیو نگرفتم. یعنی 2 تا ویدیو فکر کنم اوایل دی ماه گرفته بودم که بهمن ماه اینترنت ها اومده بود واسهتون گذاشتم، ولی از دی ماه دیگه ویدیو نگرفتم. یعنی حس و حالشون نداشتم، رغبت نداشتم. کلی اتفاق افتاد که میتونستم واسهتون ولاگ کنم، ولی خب متاسفانه اینترنتی نبود و منم شور و ذوقی نداشتم دیگه. خلاصه این که بعد از 4 ماه دارم واسهتون ویدیو میگیرم و این ویدیو رو خیلی دوست دارم، چون که بیمارستان جدیدیم و من این بیمارستان رو واقعا دوست دارم. مثل اون بیمارستان کودکانی که واسهتون گذاشته بودم، این بیمارستان رو خیلی دوست دارم و البته که 2 روز اینا بیشتر نیستیم، 2-3 روز بیشتر نیستیم و زود تموم میشه، ولی میخوام نهایت استفاده رو بکنم از این 2-3 روز و حالا نمیدونم 2-3 روز رو واسهتون ولاگ کنم بذارم یا 1 روز رو ولاگ میکنم میذارم. خلاصه اینکه ببینید کلی لذت ببرید، به خاطر اینکه قبلا ولاگ بیمارستان گذاشته بودم، دوست داشتید، گفتم دوباره بیمارستان جدید واسهتون ویدیو بگیرم. پس بفرمایید ببینید. حالا از این و بریم اون ور. سلام. کلا فضای خیلی باصفاییه، خیلی قشنگه. اینجا رو نگاه کنیم، من همش یاد نقش جهان اصفهان میفتم، خیلی خوشگله. معلمی رو دوست داشتی نظر بچه ها رو اصلا تمرین نمی‌کردم، ولی این نیست کنگم میگفتم من مثلا میرم 1-2 دقیقه 3 دقیقه دیر بیام، دکون بقالی نیست که کرد مثلا نداری که نداشتی، نداری. نارنجی هم نداره. ندارم که نداری، این همه زندگی اینه. همه سبزا رو موقع قایم کرده بودیم، نه الان سبزا رو بردیم. این اتاق تریتمنت رو هم اتاق داروها سرم است. خیلی همه مهربونه، اصلا یه چیز عجیب غریبی همه مهربونه. هر کی رد میشه سلام و احوال پرسی میکنه، خسته نباشید میگه، خیلی صمیمی باهات برخورد میکنن، انگار که مثلا سالیان سال میشناسن. چی بازی کنیم؟ منچ؟ باشه چشم، چی شد رو؟ باشه میتونی بیارم بخواه خودم که بهتره. دستی دارم فرنگی میگیری شما؟ فرق نمیکنه، من قرمز رو میذارم. قرمز. این قرمز مال شما. این زیر بقیهش که من سبز بگیرم. فرق هر کم دادیم خب بقیهش کن. بقیه نداره دیگه. همینه دیگه. نه سبزش سنجم اونجاه.
سه تا 4 تا نباید باشه مگه؟ ها 4 تا نباید باشه. یکی اینا میخواد اونه یه دونه بذاره اب نداره که آبی میذارم یه دونه. بفرم. اینجا انا قمارباز اینجا نه اینا که میان بلدن میدونی تو را میبرن این باز اون سری منو برد کی برد شما رو؟ یه خانمه بود هم خانم گلدونی کسی فروشه؟ نه اون میکاره کلک میزنه بفرما بفرما اینا 2 تا کیف پشت هم میاره 1 2 3 4 نکنش میگیری دست کیشا رو 6 امروز تنها بودم 63 تا دارو رو تنها چیدم. خسته شدم خسته. تایم خوابشونه بعد ببین الان میخوام چیکار کنم. میخوام بازی کنم. زنی جفته بود. نه ساعت 6 دیگه ما داریم میریم. این دلنوشته‌ای برای دختران چون من خودم دختر ندارم برای بقیه دخترم نوشتم شما از آسمان از ضیافت فرشته ها آمدید تا مرهمی بنهید بر این جسم و روح بیمهری دیده را مرهمی باید از جنس عاطفه ای دخترم آمدنتان پایان اندوه من بود بوی شما شمیم بهار و عطر گلهای صحرایی و لاله های دشت امید من در شگفتم شما را خواهر بنامم یا دختر که از دوران جوانی و ازدواج ناموفق همیشه آرزوی داشتن دختر تمامی فهم من از زندگی بود پس بگذارید با تمام وجود بگویم دخترم و دلم را از اندوه نداشتن دختر پاک بشویم به چه دختری که از میزبانی فرشته ها آمده این شام سیاه را با محبت‌های خود چون سپیده سهل کرده گلواژه‌های شیرینتان مرا تا عرش برده چه می‌گویم که به پرواز درآورده پرواز کردم و پیرامون را می‌نگریستم و همه جای به جا دختر خود را می‌دیدم در پرمیانی از نور به این سو آن سو می‌رود برخی به استعاره می‌گویند
دختر سوگوار و بیتاب مرگ پدر است و من با خود واقعیه میکنم پس از مرگم چه کسی برایم خواهد بریست و بیتابی میکند و دست افسوس بر دست دیگر خواهد نهاد. آنچنان که میگویند آسایشگاه ایستگاه آخر زندگی. من سخت مخالفم با این بینش. احساسم من میگوید زندگی جاری است تا زمانی که به اقیانوس بپیوندد و هر تصویری و هر لحظه تصویری دارد غیر قابل پیش بینی. اینجا جایی است که غرور گدایی می‌کند. در گذشته نچندان دور چه کسی تصور میکرد من روزی و چه میگویم بخشی از اون را در خانه سالمندان سپری بکنم. یاد کلیپ میافتم که چندی پیش دیدم. پدر از پسران خواهش میکرد پسرم مرا نبر به خانه سالمندان، اما او را بردم و در آنجا ورقهای کتاب رو به پایان اون رو زندگیش ورق خود تا به صفحه آخر رسید. کاش یه تکه سنگ بودم، یه تکه چوب، مشتی خاک. کاش اصلا نبودم. کاش میشد همه چیز را با تخت پاکون پاک کرد که از دل برود هر آن که از دیده برود. روزها را شب کردن و شبهای همیشه اندانی را صبح کردن. گاهی با خود میاندیشم به قول زندیات اخوان سالس من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی‌برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر جا همین رنگ است. ناگفته نامانم با محبت‌های شما دختران خوبم از دلتنگی خلاص میشوم و سازها را خوش آهنگ میشنوم و نیازی به ره توشه ندارم و آسمان را آبی میبینم. دخترم دست و قلبت را سبز میبینم همچون باغ پرتراوت و انبوه از درختان سر. بیش از این بخت گران سرگیتان را نمیگیرم و آرزوی خوشبختی شما و خانواده محترمتان همه آن چیزی است که از خدا میخواد. آری اینجا سرزمین واژگان واژگون است. روزگارتان خوش. لیمار خیلی قشنگ.